برای اکثر تلویزیونی باید که یک برنامه تیار کنیم اطراف همین چیندن پخته نوحیه حمدانی رفتیم دیگه رئیس جماعت بسیار مرده که خوب مهمان نواز دیگه گرفت خونش برد میگه او عزت بسیار مکردو همین پدن حالا تو چویا بیوری لعنتی و فلان کنه اینه میگه شبکیلی اینا من میگه سهر اومدم روز دیگه همین تونمول پیش اصل خلاص کردیم گفته میریم گفت کجا میریم گفته مهمون خونه گفت خونه من میریم که گفته من تو میبخشیم من گفت چی کم بودی که ایوان دیده گفته دهنتو بسیار دهنی کلفسای باید داشته مخوراتی بسیار ولی همون خونه بوده چی میگن سه چور مهمونی دنگوسا اومدن همین روز تو میگه حقورت چنیده شب تا سحر بعد گفت که بیای پدودید نکنه همین مردم ما الحمدلله همین سنت پیامبر داره مهمون نوازه خدا را شکر نسبت بسیاری مردم ما الحمدلله که مهمون نوازه همین برای ما را مهمون برای در مهمون خونه خوب کنه ز پدلو ای همین میگه گفت که بیای همین مرا ایزون نتیم بخدا بیای بریم تو شما رخصت نتین گپ نمیزن حقورت دوست بیست گپ نمیزن خیلی میگه اومدیم قطعش تورات کردیم اصل خوندیم ششتیم چخچخ شوم شد شوم جماعت کردیم خوندیم چخچخ گپ نمیزن خب باید میگم چخچخ خفتن شده است نه چویه نه جوده بشنگیدم میگم هم میگه هم دیگر هم تایش سرد نگه دوره یه وقت میگه گفت که هم تا دوست شوار داشت بعد بزیم گفت زن اجازه هسته یا چی پرسم تون گش نمونده من میگه گفتیم خیلی وقت مرا اجازه بده من فعالیت کنم من گفتیم مای باشم و همی در اول کرد یک بار پدر بکشه مهمون را بعد دیگه سرخون اومده بعد الخوت اومده نخود زندگی را به همی درجه را بیاریم نخود به درجه گل دادن شما همون خانواده که تو زمان حقورتش نکنید و مهمون را چون را